بسم الله الرحمن الرحیم. گفتم که خدا مرا مرادی بفرست، طوفان زدم راه نجاتی بفرست. فرمود که با زمزمه یا مهدی، نذر گل نرگس صلواتی بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم خانم ها آقایان محترم، هموطنان عزیزم، هم نفسه یاد خدا. الهی که حالتون خوب باشه، سلامت و تندرست باشید، عصر روز جمعتون به خیر و خوشی و نیکی باشه. الهی که من و شما در کلاس انتظار یک جمعه که چه عرض کنم حتی یک روزم غیبت نداشته باشیم. فرشته‌های خدا جلوی اسممون تیک حاضری بزنن هر روز و جزو منتظران واقعی و راستین ظهور امام زمانمون ارواحان الله الفدا و جزء زمین سازان ظهورشون باشیم به حق محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین الهیان. خب با افتخار این نوبت از یاد خدا هم همراه هست با کارشناسی استاد کفیل عزیز که قدم به چشم من گذاشتن. آقا سلام علیکم. سلام علیکم. خیلی خوش آمدید. سلامت باشید. و سلام خدمت همه بینندگان عزیز و بزرگوار و سلام خدمت همه کسانی که زندگیشون گره خورده با یاد امام. آدم وقتی یاد میکنه حضرت رو به تعبیر امام هم یادش میکنند و هرچی دلهای ما مهدوی باشه بدانیم که یه جورایی توجه حضرت هم به سوی ما بیشتره و بیشتر میتونیم از وجود نورانیشون بهره مند بشیم انشاءالله. انشاءالله. دعای خیرت. خب عرضم حضور شما که ما جلسات گذشته خاطر شریفتون باشه بیشتر پیرامون دعای عهد شنیدیم از استاد کفیل، زندگی مهدوی بر اساس فرازهای دعای عهد و مفاهیم و آموزه های دعای عهد. از این نوبت تا اونجایی که خبر دارم قرار هستش که از زیارت آل یاسین نکاتی رو بشنویم از استاد کفیل و راهکارهای انس با امام زمان رو از طریق این زیارت دریافت بکنیم به تبیین حاج آقای کفیل. بسم الله. در خدمت. زیارت آل یاسین هدیه وجود نورانی امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف به همه ما. یه عزیزی در دوران غیبت صغری زندگی میکرد به نام حمیری، محمد ابن عبدالله ابن جعفر الحمیری. این عزیز بزرگوار سوالی براش پیش می آمد، سوالات رو می نگاش به یک از نواب می داد، او نائب به امام عصر می داد و جواب می گرفت از حضرت. چند مرحله این کار اتفاق افتاده، چند بار این کار اتفاق افتاده. سوالات هم معمولا مسائل شرعیه. یه موقعی حضرت بعد از اینکه جوابشو فرمودن خودشون زیارت آل یاسین هم ابلاغ کردند. یعنی زیارت رو کسی از امام نخواسته، خود حضرت به فکر ما بودند، ابتداءً شروع کردند. واژه هدیه رو به خاطر همین عملاً بله هدیه کردند. بعد لال امرهی تعقلون لا من اولیاء تقبلون یه جملاتی رو دارن حضرت به دنبالش میفرمان اذا اردتم التوجه بنا الی الله و الینا فقولوا کما قال الله تعالی و زیارت شروع میشه. امام فرمان هر موقع اراده کردید توجه کنید به وسیله ما به سوی خدا و به سوی خود ما، این زیارت رو بخوان. یعنی امام میگن به تعبیری نه توی زمان خاصی، تو همه زمانها، تو همه زمانهای زیارت سفارش شد و خیلی خوب آدم دائما این زیارت رو بخوانه. این زیارت حقیقتاً راه انس ما با حضرت رو بیان میکنه. من تو 4 محور بخوام اشاره کنم زیارت رو، ولی که یه دسته بندی کرده باشیم و بینندگان عزیز بتونن دقیقاً با یه معرفت اجمالی خلاصه وارم اشاره میکنم با زیارت اونس بیشتری بگیرن. زیارت 23 بار واژه سلام آمده. 23 سلام خیلی مهمه. طبیعتاً ما به یک کسی سلام میکنیم متوقع جوابیم. خب انسان به امام عصرش، به ولی نعمتش، به صاحب الامر عالم هستی 23 بار سلام کنه به یقین جواب داره. به یقین جواب داره. خب وقتی سلام امام باشه چه میکنه با انسان؟ یعنی ما این زیارت رو که میخوانیم حقیقتا تو همه سلام همون
جواب حضرت رو داریم. این سلام ها خودش 3 محوره. یه محورش امام شناسیه، نزدیک 20 صفت حضرت حجت تو این زیارت آمده. یعنی کسی که با این زیارت انس میگیره در حدی صفات امام مطرح شده. شما نگاه کنید، السلام علیک یا داعی الله. امام کیه؟ دعوت کننده به سوی خداست. خب ما برای چی این سلام ها رو میگیم؟ به گونه ای میخوایم بگیم من هم این صفات رو کسب کنم، من هم این صفات رو داشته باشم. سلام ما تسلیمه. سلام به امام فقط تحیت و درود نیست. به تعبیر ما به همدیگه میرسیم، من خدمت شما میرسم سلام میکنم، ادب اقتضا میکنه سلام کنم. خب این سلام دروده، تحیته. اما سلام ما به امام فراتر از تحیت و دروده. آقا جان من تسلیم شما امام من هستید. وقتی میگم السلام علیک یا داعی الله، یعنی سلام بر توی کسی که دعوت کننده به سوی خدایی. میخوام بگم سعی میکنم این صفت رو چیه؟ داشته باشم. فقط نمیگم امام گونه است. وقتی میگم امام ربانی آیات، تبیین کننده نشانه های خداست. امام ربانی تبیین کننده است، نشان دهنده است، بیان کننده است، هم نشانه های خدا و هم آیات قرآن. بخوام بفهمم عالم رو، امام برا من مبینه. یا باز میگیم السلام علیک یا باب الله. مثال قشنگی بر اهل دقت میزنند، میگن که میگیم امام باب خداست. باب یعنی چه؟ یعنی در. به طور طبیعی آدم یه موقعی توی شهری، حالا هر بیننده عزیز بزرگواری تو هر شهری که داره زندگی میکنه، به تعبیری گران قیمت ترین محله شهر رو در نظر بگیره. ما داریم مثلا تو اون خیابون قدم میزنیم، میرسیم به یک در گران قیمتی. شما با دوستت داری حرکت میکنی، اون دوستتون میگه آقای قوامی عزیز مثلا این در چند میارزه؟ میگه این در مثلا 2 میلیارد میارزه. میگه عجب، 2 میلیارد؟ 2 میلیارد اگه در این خونه است، خونه چقدر میارزه؟ میفرماید ما خونه رو نمیدونیم، نمیبینیم، اما این در نشون میده خونه گرون قیمتیه. در بابه، در نشان است. میگن وقتی ما امام رو شناختیم، تازه کی رو شناختیم؟ باب رو شناختیم. وقتی امام زمان رو شناختیم، امام باب خداست. میگیم خدایا ای که مهدی توست، سلام الله علیه، تو دیگه که هستی. بعضیا به ما انتقاد میکنن، میگن چرا اینقدر دم از اهل بیت میزنید، چرا اینقدر سراغ اهل بیت میرید؟ میگیم اینا ابواب الله هن و طول بیوت من ابواب هاست. باب نشانه عظمته، باب نشانه ادبه، باب نشانه توهینه. باز اهل دقت قشنگ میگن وقتی میگیم اهل بیت باب خدا یعنی چی؟ باب خدا یعنی انسان عشق به خدا داشته باشه. من از بچگی یادمه به ما میگفتن عاشق باشی در خانه معشوق رو میبوسی. عاشق باشید دید خیلی ها در مسجد رو میبوسن، خیلی ها ضریح امام رو میبوسن، بله، خیلی ها دربهای حرم رو با عشق میبوسه. بهش میگن چوب میبوسی، میگه چوب نمیبوسم، این چوبی است که مال حرمه، این چوب رو به عشق امام میبوسم. میگن وقتی انسان خدا رو بشناسد، بخواد با خدا عشق بازی کند، به این اهل بیت احترام میذاره، توجه میکنه. از اون طرفم بچه تر که بودیم، حالا برای من کمتر رخ داده ولی این شیوع داره، گاهی بچه ها تو کوچه بازی میکنن، همسایه از خونه میاد بیرون یه داد و بیدادی میکنه. حالا قدیم تران بیشتر شیوع داشت، الان که بچه ها دیگه سرگرم فضای مجازی هن. این موقع ها بچه یه مقداری ناراحت میشه، غضبناک میشه، همسایه درون خانه میره چیکار میکنه؟ به تعبیری با پا به در میکوبه، زنگ خونه رو میزنه، میگه صاحب خونه زورم بهت نمیرسه اما زورم به در خونه میرسه. عقده هامو اینجا خالی میکنم. به تعبیری از بغض خدا فاطمه خدا رو زدند. زور خدا رو نداشتند، نفرت خدا رو داشتند، از خدا بدشون میومد، دیدن زورشون نمیرسه، کینه هاشون یه جور دیگه خالی کردن.
از بغض خدا حسین خدا رو شهید کردند. گاهی ما میگیم یه گروهی مسلمان امام حسین علیه السلام رو شهید کردند. نه، اینا کینه خدا رو داشتند، اینا نفرت خدا رو داشتند، اینا نماز میخواندند اما موحد نبودند، نمازخوان معترض بودند. خدایا چرا این عرب عین ما اینقدر جایگاه داره؟ چرا این فرد اینقدر عظمت داره؟ چرا اینقدر بالاست؟ یه حسدشون، این کینهشون. تو زیارت آل یاسین وقتی میگی السلام علیک یا باب الله، وقتی امام رو میگی باب خدا، یعنی ادب تو، متانت تو، معرفت تو، وصال تو، همه از این طریقه. خیلی خوب. یه اعترافی بکنم، من تا به حال فقط از این عبارت باب الله بودن اهل بیت الله امام زمان توی این زیارت فقط به این فکر میکردم که خب آدم وقتی میخواد وارد خانه بشه از در وارد میشه دیگه. منظور همین فقط دریافت رو داشتم که ما وقتی میخوایم وارد حریم الهی بشیم، وارد حوزه خداشناسی بشیم، به خدا برسیم، خب باید از در وارد شیم، یعنی اهل بیت. فقط همین رو فکر میکنم. شما به قول معروف سلامت باشید. با ذوق و این طبع لطیفی که دارین، نکاتی که فرمودید خیلی تاثیرگذار و تأمل برانگیز بود، استفاده کردم. اگر اجازه بدید یه فاصله بگیریم و برگردیم و بازم بهره مند بشیم و استفاده بکنیم. راه‌های ارتباط و انس با امام زمانمون رو داریم یاد میگیریم از طریق زیارت آل یاسین به تبیین آژاهای کفیل. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیاته، سلام علیک یا باب الله، ادامه دیان دینه. من این 20 وصف رو بخوام بیان کنم خیلی زمان میبره، یعنی برنامه‌های متعددی باید یکی این اوصاف رو مطرح کنیم. همین اشاره کردم این 2-3 وصف رو که هر کدام از این اوصاف کلی مطلب داره و خیلی خوبه ما که آل یاسین میخوانیم عزیزان بزرگوار یه مقداری رو این اوصاف دقت کنن. وقتی تو زیارت آل یاسین میگیم و رحمت الواسعه، همین صفت خیلی مهمه. امام رو میگیم رحمت واسعه. خداوند متعال تو قرآن میگه و رحمتی وسعت کل شیء. امام اصل میفرمان انا تلک الرحمه، من رحمت واسعه خدام. وقتی انسان توجه داشته باشه، امام میفرمان من امان اهل زمینم به یمنهی رزق البرا. همین وصف رو آدم بفهمه نوع تعاملش با امام متفاوت میشه. اوصاف حضرت عجیبه و لازمه این که انسان امام رو بشناسه اینه که یه مقداری دقت کنه و دنبال شناخت حضرت باشه. تو سلام هامون یه نکته دیگه ای که هست، پیوند دائمی با حضرت. انسانی میتونه انس بگیره، عشق بازی کنه که این پیوندش دائمی باشه. عاشق یه دغدغه داره. عاشق دغدغه‌اش اینه که هیچ وقت معشوق ازش نگران نباشه. عاشق وقتی با معشوقش بازی میکنه به معشوق دستور نمیده، همش شنونده است، همش دنبال انس با محبوبشه. ببینید تو زیارت ما چقدر زیبا میگیم السلام علیک فی اللیل اذا یغشی و النهار اذا تجلی، السلام علیک حین تصبح و تمسی. یعنی اینجوری نیست که من آقا جان یه لحظه بگم یا صاحب الزمان، یه لحظه دوم جدا بشم. وقتی میگم سلام بر صبح شما، عصر شما، شب شما، روز شما، یعنی 24 ساعت هم تسلیم امامم. یعنی عملا تو نظام زندگی یک جا نمیگم دلم، عشقم، زندگی، یه عشق دارم. رسم عاشق نیست با یک دل 2 دل برداشتن. عاشقه. عاشق وقتی عاشقه که وقتی تو مسیر عشق وارد میشه پایه باشه. حضرت به همه ما یاد میدن، میگن وقتی با من انس میگیری انس دائمی باشه، این انس ابدی باشه. تو این انس ابدیه که بالا میری. باز نگاه دقیق تر این که در حالات شبانه روز اوج پیوند ما با حضرت حق نماز، یعنی عملا امام علیه السلام رو نماز توقف میکنه. چرا؟ عاشقه. عاشقا رو دیدید شعرهای عاشقانه نمیگه دوست دارم عاشقتم قربون چش ابروت برم.
همه جز رو عشق بازی میکنه، چون دوست داره. وقتی که به موسی گفتن و ما تلک به یمینک یا موسی قال هی عصای، مفسرین بیان قشنگی دارن، میگن موسی طبیعی بود سلام الله علیه، خدایا این چیه؟ یا خدا میپرسه و ما تلک به یمینک، موسی بگه عصای اتوکل علیها اهوش بها علی غنمی لی فیها معارب اخرى. چرا؟ چون میخواد با خدا حرف بزنه. وقتی دلداده‌ای به کسی میگه چیه، شروع میکنه گفتگوشو دائمی کردن. آدم وقتی عاشق باشه اینجوری باید با امام زمان عشق بازی کنه. عاشق وقتی پیوندش این گونه شد به نماز میسته، میخواد از روح نماز بهره مند بشه، بفهمه چه میخوانه، تو نمازی سلام بر امام زمان میده. به ما همه سفارش کردن، سفارش خود حضرته که فرمودن قبل از نمازتون بگید یا محمد یا علی یا فاطمه یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تدرکنی. بعضی براشون سوال پیش آمد، گفتیم یا محمد یا علی یا فاطمه، چرا نمیگیم ادرکونی؟ جواب بدن امام عصر امام حی حاضره. اینجا از امامت مدد میگیری. نماز میخوای شروع کنی به سمت خدا بری، او تجلی نماز یوسف زهراست، با یاد او شروع کن. وقتی انسان از امام مدد میگیره، از امام کمک میگیره، وقتی نمازم میخوانه دیگه اون اهدنا الصراط المستقیمش عملی میشه. دیگه وقتی میگی سلام بر نماز شما، بر رکوع شما، هم تو وقت نمازم دقت میکنم، هم تو آداب نمازم دقت میکنم، هم به جمله مولا الموحدین توجه دارم که فرمودن فرمودن لا تقدرون علی ذلک ولکن اعینونی به ورع و اجتهاد. نمیتونید مثل من علی باشید ولی کمکم کنید. الا و ان لکل مأموم اماما یقتدی به. امام داری. آل یاسین به من میگه نماز میخوانی تو امام داری، تو یه نمازگزار داری، تو یه کسی داری وقتی به سوی خدا میسته چجوری نماز میخوانه؟ لم اعبد ربا لم اره. این نمازی میخوانه که همه نمازش عشق بازی با خداست. انسان توی نماز از امام کمک میگیره. سلام بر رکوع شما، به رکوع میره، شما چجوری رکوع میگیرید؟ به سجده میره، سجده شما چگونه است؟ این نماز دیگه متفاوت میشه. این نماز دیگه نماز عاشقانه میشه. این نماز دیگه نماز خالصانه میشه. این نماز امام عصر نمیشه. اما به گونه‌ای میتونیم به امام بگیم ما هم سعی کردیم مثل شما یه الله اکبری بگیم، یه الگویی بگیم. خب زیارت تو سلام به ما به هر سه محور توجه میده. هم امام رو بشناسم، هم انسم دائمی باشه، هم در نمازم یه پیوند خوب مهدوی برقرار کنم. و عملا اگه ما تو نمازمون انسمون با امام برقرار بشه، اون وصال الله حاصل میشه، اون قرب الله حاصل میشه. انس با امام در مقابل انس با خدا نیست. بعضیا میگن نماز یاد خداست، بله، ولی مگه میشه بدون یاد امام آدم یاد خدا بیاد؟ مگه میشه بدون پیوند با امام آدم الله اکبر بگه؟ ای الله اکبر بنا عرف الله، بنا عبد الله، لولانا ما عرف الله. همون بابی که گفتیم ما وقتی این ولی خدا رو بشناسیم تو نمازم میتونیم راحت بگیم الرحمن رحیم، میتونیم بگیم، میتونیم بفهمیم، میتونیم بگیم ایاک نعبد. عملا همه اینا بسته به شناخت وجود نورانی امام سلام الله علیه. این فرموش شما نمازی که یاد یه جمله افتادم از یه عزیزی که یعنی که آنجا که حسین در صحنه است، اگر در صحنه نباشی هر کجا میخوایی باش. چه ایستاده به نماز چه نشسته در شراب، هر دو یکیست. یعنی نماز بدون امام نمیشه. یعنی اصلا نماز، سلام و درود خدا بر امیرالمومنین سلام الله علیه،
فرمودن انا الصراط المستقیم. انعمت علیهم نعمت ولایت. مغضوب اون کسیه که از امام جدا شده. و واقعا سوره حمد ما که لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، عدل قرآن امامت. خیلی ممنون. سلامت. دست شما درد نکنه، خیلی کیف کردیم و لذت بخش بود و استفاده کردیم. اجرتون با امام زمان. دعا کنید انشاءالله که آدم عمل کنه. خیلی ممنونم که تا پایان برنامه خودتون رو تماشا کردید. من 2 بیت بخونم با شما خداحافظی کنم. پیرو فرمایشات حاج آقا یاد این 2 بیت افتادم، گفتش که سوگند به زمزم نمازت، بر زمزمه های سوز و سازت، بر حال قیام و بر قعودت، بر ذکر تشهد و سجودت، بر ذکر قنوت و بر رکوعت. خشت از خم انتظار بردار، ما را ز خمار غم برون آر. اللهم عجل ولیک الفرج یا حق. خداحافظ.